مسابقات والیبال که تحت نام همدلی و همدیگرپذیری که یک ماه قبل میان 10 تیم از سوی آمریت تربیت بدنی و ورزش سمنگان راه اندازی گردیده بود، سرانجام با قهرمانی تیم والیبال سرکنده و نایب قهرمانی بازیکنان دره ژوندون به پایان رسید. در دیدار نهایی این رشته مسابقات، تیم‌های دره ژوندون و سرکنده به مساف همدیگر رفتند. در آغاز بازی تیم دره ژوندون قدرتمند ظاهر شد و اما در نیمه های پایان بازی والیبال بازان سرکنده بعد از 5 ست با نتیجه 3-2 با درخشش و گل بیشتر رقابت را به نفع خود رقم زدند و بدین ترتیب برای نخستین بار قهرمان تورنمنت والیبال در ولایت سمنگان گردیدند. آمر تربیت بدنی و ورزش سمنگان میگوید در این رقابت ها 10 تیم از مرکز ایبک حضور داشتند و برای یک ماه در مقابل همدیگر بر رقابت پرداختند. قبلا هم مسابقات داشتیم، مسابقات بهاری که تیم قهرمان به زون معرفی میشد و این تیم هم به خاطر تشویق و تقریب جوانا و اخوت و برادری میان تیم‌ها بود. ان شاء تیم خزانه ما که بعدا هم ان شاء فلان داریم در ژیمنازیوم امید تربیت بدنی ورزش ولایت سمنگان به شمول 7 طول و خود مرکز یک تورنمنت خزانه را برگزار بکنیم که تیم قهرمان به زون معرفی میشه. در همین حال شماری از بازیکنان ورزش والیبال سمنگان از برگزاری همچون مسابقات استقبال نموده و از مسئولان ورزشی میخواهند در زمینه رشد ورزش والیبال ورزشکاران را حمایت نموده و توجهی بیشتر به این رشته ورزشی نمایند. خواستیم آموزش ورزشی است که در رأس ورزش باید توجه کنه، در ما میدان‌های استاندارد باشه، توپ باشه که جوانان همکاری کنه که جوانان ای بالاتر ورزش بکنه. باید گفتنی است هدف از برگزاری این مسابقات رشد ورزش میان جوانان و ورزشکاران و ایجاد صلح و همبستگی بیان شده است.